نام خدا. خانم ها آقایان سلام. اشتباه گرفتین. رادیو اشتباه رو گرفتید. خوشحالم که این سعادت نصیب من شد دوباره بعد از گاهنامه پدیکا این بار در هر 10 روزنامه رادیوی اشتباه زیر مجموعه ایران پدیکا. نمیدونم این ترکیب درست بود یا نه، کلا این ترکیبه پدیکا شده ایران پدیکا، مثل پلاک‌های ماشین بود الان تهران 11 فلان فلان فلان، بعد شد عدد. ما قبلا پدیکا بودیم الان شدیم ایران پدیکا، یعنی یه ایران اومده اولش، ولی منظمتر، دقیقتر، بهتر، تر و تمیزتر، دیگه خیلی ترتر. کلن ما رو بشنوید. آغاز رسمی رادیو اشتباه، شماره 0 کاملا تقلیدی از سریال‌های آمریکایی. قسمت 0 داریم، معرفی رادیو اشتباه. تیتراژ برنامه رو بشنوید، یه جورایی آغاز رسمی رادیو اشتباه است. این تیتراژ اشتباه دانلود شده برای رادیو اشتباه. برای یکی اشتباه، وقتی اشتباه میکنی اون اشتباه نیست، درسته. بریم برگردیم حالت عادیشه، بعد برمیگردیم. یه عذرخواهی من باید بکنم به خاطر سری قبل پدیکا که من 2 بخش داشتم. یکی بخش یه حبه نقد که حالا راجبش حرف میزنیم، یکی هم بخش داستان نصف، یعنی قسمت آخرش موند متاسفانه. قول میدم بذاریم رو سایت خیلی زود برای کسانی که تعقیب میکردن. من واقعا شرمندم. یه حبه نقد تو سری جدید ایران پدیکا این شده، یعنی همین رادیو اینترنتی اشتباه تقریبا همون یک حبه نقده، با این توضیح که قراره بیشتر خودمون رو نقد بکنیم، بیشتر رفتارها
بینش ها و اعتقادات فرهنگی خودمون رو، یه سری اعتقاداتی که در طول زمان شکل گرفته و خیلی ساده مآبانه است، خیلی خلل توش هست، یعنی جای نقد و بررسی داره رو به به بوته نقد میکشونیم اینجا و چقدر سخته اینجور ادبی حرف زدن. چون گفتم شماره اوله خود رسمی حرف بزنم، ولی قول میدم از شماره بعدی خیلی راحت تر و انا خودم خیلی سختم این شکلی. یه چیزی بشنویم برگردیم دیگه کلن راجع به رادیو اینترنتی اشتباه حرف بزنیم که میخوام چیکار بکنیم. مسابقه هم داریم، بفرمایید. دوست دارم میدونی نزا بی وفاشم، من عاشقت میمونم با تموم جونم، تا تو کنارم هستی مثل تو دیوونم، هر چی میگه تو میگی حسوده، میدونی که حرفای تو منطقی نبوده، دست رو دست بذاری عشقمون پریده، تو این روزا دل من بدجوری بریده، بیا تو دوباره دستاتو بگیرم، هنوزم عاشقونه من برات میمیرم، بیا تو دوباره دستاتو بگیرم، هنوزم عاشقونه آره برات میمیرم، ای وای دلم به دلت اسیره، میدونی نفس هم فقط واسه تو میره، ای وای دلم هنوزم اسیره، میدونی نفس هم فقط واسه تو میره. گفتم مسابقه پیامکی داریم. پیامکی نیست، یعنی شما هر راه ارتباطی که ما در اختیار شما قرار میدیم میتونید پاسخ مسابقه رو به ما بگید، یعنی از طریق ایمیل، از طریق شبکه‌های اجتماعی که مثل فیسبوک، اینستاگرام و غیره، شما میتونید پاسخ رو به ما بگین، ما قرعه کشی میکنیم، به یک نفر یه جایزه هم میدیم، نمیدونیم چی ولی فعلا مسابقهش باشه، به خاطر جستش هم که شده حالا این مسابقه باشه، بعد جایزش هم میدیم. من سوالی که واسه امروز طرح کردم بسیار سوال جذابی که میگه که یک مکان رو نام ببرید که 2 یا بیش از 2 نفر بیکار دور هم جمع شده باشن در اون مکان. یک مکان رو نام ببرید که 2 یا بیش از 2 نفر بیکار دور هم جمع شده باشن. برای اینکه بحث جا بیفته من 3 تا مثال براتون میگم، شما طبق همین مثال ها برای ما یه دونه مثال بزنید. آرایشگاه سر کوچه‌مون مثلا دیدین که دور هم جمع میشن، سر همدیگر رو میزنن، فوتبال نگاه میکنن، تخمه میشکنن. آرایشگاه سر کوچه‌مون 1. 2 بنگاه املاک، آژانس املاک میگن، خیلی با استفاده آژانس املاک که دیدی مثلا 6 نفر 6 تا میز دور هم جمع، چرا آخه چی کار میکنه؟ ادارجات 6 تا میز ندارن که چون دور هم دایره وار میز زدین که چی ها. 3 پارک سر کوچه‌مون، دوستان عزیزی که بازنشسته هستن، دوستان عزیزی که بیکار هستن، 24 ساعتی دارن تق 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 پینگ پونگ بازی میکنن. این 3 تا مثال، یعنی شما مثل من یه دونه مثال بزنید، اون مثالی که خیلی خاص‌تره، خیلی جذابتر بود، ما اون انتخاب میکنیم. پس به راه‌های ارتباطی برنامه که من متاسفانه حفظ نیستم، شما رو همون جایی که دارین دانلود میکنید بغل دستش حتما نوشته شده، شما به ما
جواب رو برسونید. ما انتخاب میکنیم بهترینش رو و هوشمندانه ترینش، خلاقانه ترینش. یه جایزه خیلی خیلی خوب بهش میدیم. یه چیزی بشنویم دوباره برگردیم. دلگیرم، چه روزایی که آشفتم، اگه میبینی آرومم، چون این دردو پذیرفتم. یه حس غربتی دارم که از هر جمعی بیزارم، کنار هر کسی باشم، همین تنهایی رو دارم. از تو برام خاطره موند، از من یه دیوونگی، این حق بوده هست تمام این زندگی. از تو برام خاطره موند، از من یه دیوونگی، این حق بوده هست تمام این زندگی. بسیار عالی. برای شماره 0 رادیو اشتباه همینقدر کافی است که من چند تا نکته رو بگم تیتروار. این که اول ما 1، 10 و 20 اسفند میاییم. 1، 10، 20 اسفند. منظم، خیلی آن تایم، خیلی جدی. خیلی جدی. نکته دوم این که به کمک شما احتیاج داریم در چند بخش. اول این که انتقادات، پیشنهاداتتون رو به ما برسونین از طریق همون راههای ارتباطی که من حفظ نیستم. و بخش دیگر این که ما گوینده میخوایم. میتونستیم گوینده بیاریم ولی دلمون میخواست از بین شما انتخاب بکنیم. با همون راههای ارتباطی که من حفظ نیستم ارتباط بگیرین اگر واقعا فکر میکنین صدای خوبی داریم. واقعا یعنی بالاخره که ما با شما تماس میگیریم، تو اون اولین تماس که دیگه معلوم میشه چندیم، ما با شما، خودتون چندین، ما چندیم، کاملا همه چی معلوم میشه تو اولین تماس. با ما تماس بگیرین، ما با شما صحبت میکنیم، دعوت به همکاری خواهید شد اگر واقعا صدای خوبی داشته باشید. سوم این که در نویسندگی هم اگر دستی در آتش دارین، دستی بر آتش دارین یا در آتش دارین، در که میسوزه ولی بر درسته دیگه. دستی بر آتش دارین، با ما در ارتباط باشید. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که این اتفاق ادامه داشته باشه که حتما داره. کمکمون کنید تا زیباترین و بهترین اشتباه شما بشیم. مرسی، خداحافظ. نگاه کن با بازه این سکوت، نمیخوام تو رو حرف مردم کنم، تو زیباترین اشتباه منی، نباید تو رو با خودم گم کنم. نگاه کن با بازه این سکوت، نمیخوام تو رو حرف مردم کنم، تو زیباترین اشتباه منی، نباید تو رو با خودم گم کنم، نباید تو رو با خودم گم کنم.